امروز می‌خوایم با هم یه مسیر خیلی جالب ولی پیچیده رو دنبال کنیم. مسیر پول. اینکه پول چطوری از جیب من و شما حرکت میکنه و میرسه به دست پزشک‌ها و بیمارستان‌ها. به کل این سیستم میگن تأمین مالی سلامت. اگه می‌خوایم بفهمیم چرا سیستم درمان انقدر پیچیده و گرونه، باید این مسیر رو خوب بشناسیم. خب بذاریم با یه سوال خیلی ملموس شروع کنیم. تا حالا به این فکر کردین که چرا وقتی یه صورت حساب سنگین بیمارستان می‌بینیم استرس تمام وجودمون رو میگیره ولی هر هفته کلی پول برای خرید روزمره خرج می‌کنیم و اصلا نگران نمیشیم؟ جواب تو همین مقایسه است. از یه طرف ما هزینه‌های روزمره و قابل پیش‌بینی مثل خرید نون رو داریم، اما از طرف دیگه یه اتفاق ناگهانی مثل نیاز به جراحی قلب هم غیر منتظر است و هم هزینه‌اش سر به فلک میکشه. دقیقاً همین غیر قابل پیش‌بینی بودن اصل داستان و چالش اصلی تو تأمین مالی سلامته. برای اینکه این موضوع رو کامل باز کنیم، نقشه راهمون اینه. اول می‌بینیم که اصلاً مشکل خاص حوزه درمان چیه. بعد دو تا راه اصلی که برای حلش وجود داره رو بررسی می‌کنیم. بعدش میریم سراغ دو تا فلسفه کاملاً متفاوت. بیمه خصوصی در برابر بیمه اجتماعی یا همون مدل همبستگی. و در آخر هم می‌بینیم که تو دنیای واقعی اینها چطور با هم قاطی میشن. خب بریم سراغ بخش اول. چی باعث میشه که تأمین مالی درمان با هر چیز دیگه ای فرق داشته باشه؟ همه چیز. واقعا همه چیز. به یک کلمه برمیگرده. ریسک. نکته حیاتی دقیقاً همینه. هیچ کدوم از ما نمیدونیم فردا، ماه بعد یا سال دیگه ممکنه به چه خدمات درمانی نیاز پیدا کنیم و چقدر باید براش پول بدیم. همین عدم قطعیت و غیرقابل پیش بینی بودن سنگ بنای تمام سیستم‌های تامین مالی سلامته. خیلی خوب. حالا که مشکل اصلی یعنی ریسک رو شناختیم، راه حل چیه؟ چطور میشه باهاش کنار اومد؟ در طول تاریخ کلاً دو تا راه اصلی برای مدیریت این مشکل پیدا شده. ببینین، کلاً دو تا راه بیشتر نداریم. یا شما مستقیم از جیب خودتون پول رو به پزشک یا بیمارستان میدین، این راه خیلی ساده است. ولی تمام بار ریسک یه هزینه سنگین و ناگهانی میفته رو دوش خودتون. راه دوم اینه که یه واسطه وارد بازی بشه. مثلا یه شرکت بیمه یا خود دولت. شما یه مبلغ مشخصی رو مرتب به اون واسطه میدین و اون در عوض وقتی مریض شدین هزینه ها رو پوشش میده. بیاین اول راه دوم رو با واسطه‌گری خصوصی بررسی کنیم. ایده بیمه خصوصی روی کاغذ خیلی هوشمندانه و جذابه، اما وقتی وارد دنیای واقعی میشه با چند تا مشکل اساسی روبرو میشه. منطق اصلی پشت بیمه خصوصی یه چیز خیلی جالبه به اسم تجمیع ریسک. فکرشو بکنین 100 نفر هر کدوم ماهانه یه مبلغ کمی رو میذارن توی یه صندوق. حالا اگه خدایی نکرده یکی از این 100 نفر به یه عمل جراحی خیلی گرون احتیاج پیدا کنه، پولش تو اون صندوق هست. در واقع ریسک یه هزینه سنگین بین همه سرش کم میشه. به نظر ایده بی‌نقصی میاد، درسته؟ پس چرا بازارهای بیمه خصوصی تو خیلی از کشورها همیشه با چالش مواجهن؟ جواب توی دو تا پدیده اقتصادیه که بهشون میگن شکست بازار. اولین مشکل بزرگ خطر اخلاقیه. این اصطلاح یکم فنیه برای مفهوم خیلی ساده. وقتی شما میدونین که هزینه کامل یه چیزی رو خودتون نمیپردازین، ممکنه رفتارتون عوض بشه و بیشتر ازش استفاده کنین. این خطر اخلاقی مثل یه شمشیر دولبه عمل میکنه. از یه طرف شما بیمار چون هزینه کامل از جیبتون نمیره، ممکنه برای هر سردرد کوچیکی برین دکتر. از طرف دیگه پزشک هم ممکنه وسوسه بشه که آزمایش‌ها و داروهای بیشتری تجویز کنه چون میدونه که به هر حال بیمه پولش رو میده. به این میگن تقاضای الغایی. نتیجه نهایی چیه؟ هزینه‌ها برای کل سیستم سر به فلک میکشه. اما خطر اخلاقی تازه اول ماجراست. یه مشکل خیلی عمیق‌تر و ساختاری‌تر وجود داره که میتونه کل بازار بیمه خصوصی رو نابود کنه. و همه چیز برمیگرده به این سوال که اصلاً چه کسایی تصمیم میگیرن بیمه بخرن و چه کسایی نه. این فرایند به گرداب مرگ معروفه و اینطوری کار میکنه. اول آدمای جوون و سالم با خودشون میگن من که مریض نمیشم، چرا الکی پول حق بیمه بدم؟ پس بیمه نمیخرن. در عوض اونایی که میدونن مریضن یا ریسک بیماریشون بالاست، حتما خودشون رو بیمه میکنن. نتیجه صندوق بیمه پر میشه از آدمای پرهزینه. اینجاست که شرکت بیمه مجبور میشه حق بیمه همه رو ببره بالا. حق بیمه که گرون میشه، آدمای سالم بیشتری از سیستم خارج میشن و این چرخه همینطور ادامه پیدا میکنه تا بازار از هم بپاشه.
به این پدیده مهلک میگن انتخاب نامطلوب و این بزرگترین کابوس یه بازار بیمه اختیاریه. ریشه مشکلم اینه که شما همیشه از وضعیت سلامتی خودتون بهتر از شرکت بیمه خبر دارین. خب با وجود این مشکلات جدی تو بازار خصوصی، خیلی از کشورها سراغ یه فلسفه کاملا متفاوت رفتن. فلسفه‌ای که دیگه هدفش مدیریت ریسک فردی نیست، بلکه هدفش ایجاد همبستگی اجتماعیه. اینجا ما با یه تغییر نگاه اساسی روبرو هستیم. هدف بیمه خصوصی اینه که شما رو به عنوان یه فرد در برابر ریسک مالی محافظت کنه. یه جور معامله است. اما هدف بیمه اجتماعی ایجاد یه تور ایمنی برای کل جامعه است. از طریق کمک کردن به همدیگه و بازسازی ثروت. موتور محرک این مدل یه مفهوم خیلی قدرتمنده. یارانه متقاطع. یعنی چی؟ یعنی پول به طور هدفمند و سیستماتیک از یک گروه به یک گروه دیگه منتقل میشه تا همه بتونن از خدمات درمانی استفاده کنن. این دیگه یه قرارداد تجاری بین شما و شرکت بیمه نیست. یه قرارداد اجتماعی بین همه شهرونداست. این یارانه متقاطع تو 4 مسیر اصلی اتفاق میفته. پول از آدمای سالم به سمت آدمای بیمار میره. از آدمای ثروتمند به سمت آدمای کم درآمد، چون حق بیمه بر اساس درآمده نه ریسک بیماری. از نسل جوان به سمت نسل سالمند و از افراد مجرد به سمت خانواده‌ها. این 4 جریان با هم قلب تپنده مدل همبستگی اجتماعی رو تشکیل میدن. و اینجا میرسیم به نکته طلایی. چون عضویت تو این سیستم برای همه اجباریه، دیگه چیزی به اسم انتخاب نامطلوب وجود نداره. آدمای سالم نمیتونن از سیستم خارج بشن. وقتی همه چه سالم چه بیمار توی یه صندوق بزرگ باشن، سیستم پایدار میمونه و اون گرداب مرگ که گفتیم هرگز شروع نمیشه. خیلی خوب، تا اینجا ما 2 مدل تئوریک رو بررسی کردیم. اما تو دنیای واقعی تقریباً هیچ کشوری 100% خصوصی یا 100% دولتی نیست. بیایم ببینیم این ایده ها در عمل چطوری با هم ترکیب میشن. واقعیت اینه که سیستم‌های درمانی طیف گسترده‌اند. میتونیم اونها رو توی یه جدول 4 خونه‌ای ببینیم. یه محور اینه که کی پول رو میده، دولت یا بخش خصوصی، و محور دیگه اینه که کی خدمات رو ارائه میده، بیمارستان دولتی یا کلینیک خصوصی. مثلا تو سیستم بهداشت ملی بریتانیا دولت هم پول رو میده و هم بیمارستان‌ها رو اداره میکنه. اما تو آلمان بیمه اجتماعی دولتی پول ویزیت شما پیش یه پزشک خصوصی رو حساب میکنه. بیشتر کشورها ترکیبی از هر 4 خونه این جدول هستن. اگه بخوایم یه نتیجه گیری کلیدی از این بحث داشته باشیم همینه. به خاطر مشکلاتی مثل انتخاب نامطلوب که دیدیم، سپردن پوشش درمانی کل جمعیت فقط به دست بازار بیمه خصوصی نه کارآمده و نه عادلانه. در نهایت هیچ سیستمی بی‌نقص نیست. هر سیستمی یه جور مصالحه و بدهبستان بین اهداف مختلفه. چیزهایی مثل دسترسی راحت، کیفیت بالا و هزینه پایین. این تحلیل رو با این سوال تموم می‌کنیم تا خودتون بهش فکر کنین. با توجه به این مدل‌هایی که بررسی کردیم، به نظرتون نقاط قوت، ضعف و بدهبستان‌های سیستم درمانی که شما باهاش سر و کار دارین چی هستن؟